مؤلف رحمه الله تعالی قسمت دیگری از نوع‌های عبادت رو برای ما بیان می‌نماید و دلیل رغبت و رهبت و خشیه، یعنی سه قسمت رهبت و خشیه رو سه قسمت رو با همدیگر جمع کرد. دلیل اینکه این سه قسمت با همدیگر اینها عبادت هستند و اینها با همدیگر در معنا نزدیک هستند، چون رهبت یکی از نوع‌های خوف است، یکی از نوع‌های ترس است و خشوع این خضوع و فروتنی است. فروتنی و خاکساری ما تاجیکا میگیم خشوع را. تاجیکا هم خشوع استفاده می‌برن اصلا، اما خشوع کلمه عربی است. با تاجیکی فروتنی و خاکساری را میگن. رغبت، طمع، امید و نعمت الله سبحانه و تعالی این هم عبادت است و رغبت یا که رغبه بالاترین مقامی رجا امیدواری است و رهبه می شود ترس از عذاب او سبحانه و تعالی، این هم عبادت است، یکی از نمودهای ترس است. و خشوع گفتیم فروتنی این هم از نوعهای عبادت است و اینکه این سه قسمت نوعهای عبادت هستند دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی که می‌فرماید انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. انهم به درستی که آنها یسارعون فی الخیرات در کارهای خیر سبقت میکنند، در کارهای نیک شتاب می‌ورزند و یدعوننا رغبا و رهبا و کانوا خاشعین. همین سه قسمت عبادت ها در این یک آیه کریمه ذکر شده است و ما را با امید و با ترس میخوانند و همیشه برای من با تواضع و خاکساری با خشوع، یعنی بر من خشوع میکنند. سوره انبیاء آیه 90. پس انهم كانوا يسارعون فی الخیرات، به درستی که آنها در کارهای خیر سبقت میکردند با هم، یعنی آنها پیامبران الله سبحانه و تعالی، بندگان نیکوکار الله سبحانه و تعالی، آنها در کارهای نیک پیامبران با همدیگه سبقت میکردند. این برای ما درس عبرت است که ما در کارهای نیک باید با همدیگه سبقت نماییم، در کارهای نیک. اما متاسفانه امروز مردم در کارهای دنیایی با همدیگه مسابقه مینمایند، سبقت میکنند، نه در کارهای دین. اما پیامبران با دلیل این آیه کریمه سوره انبیاء در کارهای نیک با همدیگه سبقت میکردند، پیش دستی میکردند، نیکی رو سخت جستجو میکردن، در نیکی پیش صف بودن. پس انا همین انسانی که در نیکوکاری پیش صف است این نشانه بیداری ایمانی بنده است. اما انسانی که فقط طمعش دنیا است این نشانه قلب مرده بنده است. در دام چی فرمود؟ و یدعوننا رغبا و رهبا، ما رو با رغبت با رهبت دعا میکنن. آنها الله رو با امید رحمت و مغفرت و ثواب و پاداش میخوانند و همزمان با ترس رهبا از امید ترسن، از عذاب او سبحانه و تعالی میترسن. به سوی او سبحانه و تعالی با امید رغبت دارن، از رحمت او امیدوار هستند، از مغفرت او امیدوار هستند، از ثواب و پاداشی که الله برای آنها امیدوار هستند، ولیکن همزمان از عذاب او سبحانه و تعالی نیز میترسند. و کانوا لنا خاشعین، یعنی آنها برای الله خشوع با فروتنی بودند، با پستی، با خاکساری، با اطاعت کامل در ظاهر باطن. و کانوا لنا خاشعین، و خشوع با معنای نرمی دل رو میگن و فروتنی پیش پروردگار عظیم الشأن. در این آیه کریمه الله سبحانه و تعالی اولیای خود رو تعریف و توصیف میکند. در کارهای خیر سبقت میکردن، اعمال نیک، در انجام اعمال نیک فعال بودن، دایره عبادت آنها با امید بود، با رغبت و رحمت الله و ترس از عذاب او رهبه. پس دعا با ترس و امیدواری میفرمایند علما این محور عبادت است، با امید و ترس. و همه این اعمالها را با کنولن خاشعین، با خشوع با فروتنی انجام میدهند. این از اصلی آن عبادتی که از بندگان از ما و شما باید پذیرفته شود، قبول شود. بر این عبادت ها ما امر شده ایم. پس این صفات ها را الله سبحانه و تعالی در شأن پیامبران و اولیاء ذکر نمود. پس هر مؤمنی که این صفات ها را دارد از اولیاء الله سبحانه و تعالی قرار میگیرد. و اگر این صفات ها را در غیر الله سبحانه و تعالی صرف کردی، به درستی که اعمال شرک را انجام دادی. پس اعمال شرک را انجام دادی، از راه اسلام خارج شدی. پس توحید عبادت کامل نمی شود مگر با جمع کردن امید و رحمت و ترس و عذاب و فروتنی و کانوا لنا خاشعین.